70% از رنجی که میکشیم فقط به این دلیله. این کشف بودا بود. بودا این درس عمیق رو به ما داد برای اینکه بتونیم بر اون به راحتی غلبه بکنیم. بودا میگه وقتی رنج به تو میرسه، تو در یک کاری شکست میخوری، فقط توی موقعیت گیر نکردی، همزمان 2 تیر به سمت تو شلیک شده. تیر اول، رنج بیرونی و شخصی. مثلا یک کسی منو سرزنش کرده، یا تو دنیای بیرون من کارم از دست دادم. خب این یه رنج شخصیه دیگه. اما رنج دوم و تیر دوم، رنجی که در ذهنم شروع میکنه به ساخته شدن، شروع میکنم روایت‌های ذهنی ساختن. چرا این اتفاق بر من افتاد؟ من تو هیچ کاری خوب نیستم. من اصلا نمیتونم تو این کار موفق بشم. بودا میگه تو میتونی جلوی این روایت‌ها رو بگیری، در صورتی که مثل یه دوست با خودت صحبت بکنی. مثلا به خودت بگو هیچ اشکال نداره، از نو شروع میکنم، فقط برای هدفم یه قدم برمیدارم. اتفاقا من تو این کار خیلی هم عالی هستم. اینطوری 70% از رنجی که میکشیدیم کم میشه. این پست رو بفرست برای هر کسی که به شنیدنش نیاز داره و حتما کانال رو سابسکرایب کن. به امید خدا.